بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته آموختیم که چگونه وضو بگیریم، واجبات و سنن و آداب وضو چیست. در برنامه امروز میپردازیم به این که این وضویی که ما گرفتیم تا چه زمانی اعتبار دارد، تا چه زمانی از نظر شرعی انسان وضو دارد و میتواند که با آن وضو نماز بخواند یا عبادت دیگری انجام بدهد، یا به تعبیر دیگر چه کارهایی سبب میشوند که وضوی انسان بشکند و دوباره نیاز به وضوی دیگر باشد. چندین مورد و چندین سبب هستند که با آنها وضوی انسان میشکند. اولین موردش که در میان تمام مذاهب اتفاق نظر وجود دارد ما خرج من السبیلین است، یعنی هر چیزی که از سبیلین یعنی دو راه طبیعی دفع نجاست از بدن، راه جلو و راه عقب، راه ادرار و مدفوع. هر چیزی که از این دو طریق دفع بشود شکننده وضو هست. هر گونه ترشحی باشد یا غیر ترشح، هر چیزی بادی خارج بشود، هر چیزی که از سبیلین خارج بشود جزو شکننده های وضو هست. به اتفاق فقها هیچ گونه استثنایی در این زمینه وجود ندارد جز باد واژن که فقها گفتند که این شکننده وضو نیست. بقیه موارد بالاتفاق هر چی باشد از راه جلو یا عقب جز شکننده های وضو است. این مورد اول. مورد دوم که مخصوص فقه حنفی هست و در بقیه مذاهب جز شکننده ها شمرده نمی شود، خارج شدن خون از بدن هست. خونی که از سبیلین خارج بشود، یعنی از راه جلو و عقب، بالاتفاق تمام مذاهب شکننده هست، جز شکننده های وضو هست. اما فرض بکنید که خونی از جای دیگر بدن انسان خارج شد. الان در مذهب حنفی تفاوتی ندارد خون باشد، زردابه باشد یا چرک باشد، تمامی این موارد جز شکننده های وضو شمرده می شوند. منتها در این زمینه یک سری شرایطی وجود دارد. به طور مثال اگر یک فردی خونی در زیر پوستش مرده بود و پوست دست خودش را کند و اون تکه خون خشک شده خارج شد، آیا وضوش شکسته؟ نه خیر، در این صورت وضویش نشکسته. چرا؟ زیرا که این خون جریان پیدا نکرده. معیارش در فقه حنفی این است که هرگاه خونی از بدن خارج بشود و جریان پیدا بکند، اگر به حالت خودش گذاشته بشود از اون جایی و نقطه‌ای که خارج شده جریان پیدا می کند، در این صورت شکننده وضو خواهد بود. الان تصور بفرمایید که خونی خارج شده، دست شما مثلا خراشیده شده، خون ظاهر شد، دیدید که خونی الان خارج شده، اما دست نزدید، خون خودش همینجا خشک شد، بیرون نرفت، فقط در حد یک نقطه مثلا روی پوست شما باقی ماند. آیا در این صورت وضو شکسته؟ باز هم وضو نشکسته، زیرا ولو این که خون خارج شده اما جریان پیدا نکرده، از محل خودش و از جایی که خارج شده تجاوز نکرده، به جای دیگری در واقع نرسیده. پس بنابراین در این صورت هم شکننده وضو نیست. مسئله دیگر، اگر کسی لثه‌اش خون آمد، آیا وضوش شکسته یا خیر؟ این مسئله یک توضیح دارد. اگر خونی که از لثه خارج شده بر آب دهان غالب شد وضو شکسته، اگر نه کمتر از آب دهان بود در این صورت وضو نشکسته. خب شاید شما سوال بکنید که ما از کجا بدانیم که آب دهان غالب هست یا خون غالب هست، کدوم یکی بیشتر هست؟ اینو چگونه باید تشخیص بدیم؟ تشخیصش در فقه حنفی به این گونه هست که اگر آب دهان شما رنگش قرمز بود معنیش این هست که خون بیشتر هست.
و اگر رنگش زرد بود معنیش این است که آب دهن بیشتر هست. اگر آب دهان قرمز بود یعنی وضو شکسته و اگر زرد بود در این صورت وضو نشکسته. یک فرع دیگر، یک مسئله دیگر در این مورد، اگر یک فردی میوه خورد یا سیبی رو مثلا گاز زد و بر روی سیب لکه خون دیده شد، آیا در این زمینه وضو شکسته یا خیر؟ نه، در این زمینه هم وضو در واقع نشکسته. جز مواردی هست که عرض کردم که اگر بر آب دهان اضافه بشود، غالب بشود، وضو میشکند، وگرنه وضو نمیشکند. این مورد دوم بود. مورد سومی که در فقه حنفی جز شکننده های وضو هست استفراغ هست. اما آیا هر گونه استفراغی شکننده وضو هست یا خیر؟ خیر. استفراغ به شرط این شکننده وضو هست که به اندازه پوری دهن برسد. اگر استفراغ یک فردی زیاد بود، یعنی به اندازه پوری دهانش میرسید و بیشتر بود، در این صورت شکننده وضو حساب می شود. اما اگر یک مقدار خیلی کمی مثلا بالا آورد، به اندازه پوری دهان نمی رسید، در این صورت حکمش چی هست؟ در این صورت حکمش این است که وضویش نشکسته. اگر استفراغ کمتر از پوری دهان باشد وضو نشکسته، اما اگر بیشتر باشد یا به گونه‌ای بود که انسان نمیتواند دهان خودش را نگه دارد، در این صورت بالاتفاق در مذهب حنفی وضویش در واقع شکسته. یک داخل پرانتز در اینجا یک مسئله دیگر، آیا استفراغ، این استفراغی که عرض کردیم که جزء شکننده های وضو هست در مذهب حنفی، آیا نجس هست یا نجس نیست؟ فقهای احناف گفتند که اگر استفراغ به اندازه‌ای باشد که جزء شکننده های وضو باشد، یعنی به پوری دهان باشد، در این صورت نجس هست، زیرا که خروج نجاست شمرده می شود و با خروج نجاست وضو می شکند. اما اگر کمتر بود، اگر کمتر از پوری دهان بود، در مذهب حنفی هم در این صورت این مقدار استفراغی که خارج شده این در واقع نجس نیست. اگر بر لباسی مثلا بود یا در جای دیگر بود، اون مکان یا اون لباس در واقع نجس نمی شود. مورد دیگری که در فقه حنفی جزء شکننده های وضو معرفی شده خواب هست. البته خوابی که وقتی که انسان خواب می رود به گونه‌ای باشد که مقعدش بر روی زمین متمکن نباشد. فرض کنیم که تکیه زده باشد خواب برود، به گونه‌ای که مقعدش به اصطلاح به زمین نچسبیده، یا در حالت دراز کشیده به پهلو خواب رفته باشد. اگر کسی به این گونه خواب رفته باشد، این خواب جز شکننده های وضو هست. اگر کسی خواب رفت در مذهب حنفی به گونه‌ای که مقعدش، نشیمنگاهش بر روی زمین کاملا متمکن نبود، نچسبیده بود و به صورت دراز کشیده مثلا یا به پهلو خواب رفت، در این صورت وضوش در واقع شکسته. الان فرض بکنیم که یک فردی در حالت نماز خواب رفت. فرض کنیم که سر قیام هست، در حالت ایستاده خواب رفت، یا نشسته در التحیات یا در حالت سجده هست اگر خواب رفت. آیا در این صورت وضویش شکسته یا خیر؟ نه، در این صورت وضویش نشکسته. اگر با همون کیفیتی که در نماز هست، یعنی تکان نخورده، مثلا نیفتاده، در حالت سجده خواب رفته، در حالت التحیات خواب رفته اما نیفتاده، در این صورت وضویش نشکسته. الان اگر فرض بکنیم که یک فردی تکیه زده باشد، و بگونه‌ای باشد که خواب رفته باشد، نیفتاده و مقعدش و نشیمنگاهش بر روی زمین نچسبیده، متمکن نیست. اگر به اندازه‌ای خواب برود که اگر اون پشتی رو از کنارش بردارند میافتد، فقها میگن که در این صورت وضویش شکسته.
اما اگر به صورتی نشسته بود یا تکیه زده بود که کاملا متمکن هست بر روی زمین، اگر اون دیوار رو بالشت رو از برداشتن بازم نمیافتد، در این صورت وضویش در واقع شکسته شمرده نمی شود و وضویش کاملا صحیح است. مورد پنجم از شکننده های وضو در مذهب حنفی این است که کسی بیهوش بشود. الان تفاوتی ندارد که این بیهوشی به خاطر ضعف باشد یا به خاطر دارو باشد یا به هر طریقه و سبب دیگری باشد. به محض این که انسان از هوش برود، بیهوش بشود، این یک از شکننده های وضو شمرده می شود. مورد ششم این است که انسان دیوانه بشود یا مست بشود به صورتی که مثلا هذیان بگوید. اگر عقل انسان از بین برود تفاوتی ندارد که به صورت بیهوشی باشد یا به صورت جنون و دیوانگی باشد یا به خاطر مستی باشد، نشه باشد، مثلا موادی رو مصرف کرده باشد و به حالت سکر رسیده باشد، این هم جزء شکننده های وضو شمرده می شود. مورد هفتم در مذهب حنفی که این مورد جزء استثناءات و اختصاصیات مذهب حنفی هست این است که قهقهه، یعنی خندیدن فرد بالغ در نمازی که رکوع و سجده دارد. در مذهب حنفی اگر یک فرد عاقل و بالغی در نماز بخندد وضویش در واقع شکسته. خب معنیش این است که اگر یک بچه نابالغی در نماز خندید آیا وضویش شکسته؟ نه، این مورد فقط مخصوص افراد بالغ هست. خب اگر نمازی بود که رکوع سجده نداشت، یعنی چی نمازی که رکوع سجده ندارد؟ یعنی نماز جنازه به طور مثال. اگر در نماز جنازه بالفرض تصور بکنیم که یک فردی خندید، با صدای بلند قهقه زد، در مذهب حنفی باز هم وضویش نمیشکند. چرا؟ زیرا که این نماز دارای رکوع و سجده نیست و شرطشون در مذهب این است که باید این خندیدن و قهقه در نمازی باشد که دارای رکوع و سجده باشد و این فرد خودش هم انسان عاقل و بالغی باشد. اگر بچه‌ای بود باز هم وضویش در واقع نشکسته. مورد هشتم که در فقه حنفی ذکر شده برای شکستن وضو مباشرت فاحشه هست. فاحشه یعنی زیاد، یعنی مباشرتی، یعنی تماس بین دو عضو زن و مرد، آلت تناسلی زن و مرد در صورتی که با همدیگر تماس داشته باشد. بحث دخول یک بحث جداگانه هست که اون موجب غسل هست، اما به محض تماس زیاد که به همدیگر اصابت بکنند این هم در فقه حنفی یکی دیگر از شکننده های وضو در واقع شمرده شده. پس بنابر این مواردی که خدمت شما عرض کردم یک سری استثناءاتی در مذهب حنفی وجود داره. عرض کردیم که در صورتی که خون از ظاهر شد از پوست، یعنی خارج شد بر روی پوست اما از مکان خودش حرکت نکرد، جاری نشد، در این صورت در مذهب حنفی وضو نشکسته، با این که خروج خون جزء شکننده های وضو اساساً هست. اگر کسی استفراغ کرد اما استفراغش به اندازه پوری دهان نبود، با این که استفراغ جزء شکننده های وضو هست اما در این صورت وضویش نشکسته. اگر یک فردی همسرش رو دست زد، در فقه حنفی دست زدن به همسر جزء شکننده های وضو نیست. اگر یک فردی عضو تناسلیش را لمس کرد آیا وضوی شکسته یا خیر؟ در مذهب حنفی این مورد هم جزء شکننده های وضو نیست. اینها مواردی هست که در مذهب حنفی جزء شکننده های وضو شمرده می شد که اصل مسئله را با استثناءاتی که در این زمینه وجود دارد و شرایط شکسته شدن را خدمت شما عرض کردم. در برنامه دیگر انشاءالله میپردازیم به این که فردی که بی وضو هست و وضو ندارد چه کارهایی را نمیتواند انجام بدهد. تا آن زمان شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.